صبر از نگاه اسلام انشاءالله سخن میگوییم. حقیقتا الله سبحانه و تعالی در 90 جای قرآن عظیم شان کلمه صبر یعنی ذکر کرده است، بیان کرده است. از این معلوم میشه که صبر، تحمل از نگاه اسلام یکی از موضوعهای اساسی هست که پروردگار در 90 جای کتاب قرآن عظیم شان یعنی صبر ذکر کرده است. از برای خاطر همین از نگاه پیشوای مذهب ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صبر به 3 قسم تقسیم می شده است. یکمش همین که الصبر عن المعصیه، دومش الصبر علی الطاعه، سومش الصبر فی البلاء. نمود اول صبر همین که انسان از گناه کردن باید که صبر کند. حقیقتا یک گناه هست، برای اجرا آوردن همون گناه حرکت نکند، البته صبر کند. دومش همین که الصبر علی الطاعه، گاه عبادت پروردگار وزنین میباید، مثلا در فصل تابستان روزه داشتن، یا که در فصل زمستان سوی مسجد آمدن، به انواع این همین ها گاه عبادت وزمین میباید. اصلا الله سبحانه و تعالی از برداشت انسان ها عبادت برای وی ها فرض کردگی نیست، چون الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان چی میگوید؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما به قدر توانایی انسان ها عبادت برای وی ها فرض کردگی هستیم، اما در بعضی مواضع ها عبادت اجرش هم بسیار می شود، هم مشقتش هم بسیار می شود. از همین لحاظ دومین نمود صبر الصبر علی الطاعه، یعنی فرموده پروردگار در همه وقت به جا آوردن. سومش الصبر فی البلاء. البته خداوند در این دنیا بندگانش امتحان میگیرد به واسطه هر خیل مشقت و به واسطه هر خیل بلا و دیگر انواع مشقت. البته بنده در همون باره باید صبر کند. از همین سبب الله سبحانه و تعالی برای بندگانی که در مصیبت ها صبر میکنند یک چند جایزه، یک چند مکافات وعده کرده است. اگر در دیگر عبادت ها یک تا جایزه، یک تا مکافات باشد، اما برای بندگان صابر صبر میکردگی همین 3 نمود